سلام و احترام به تک تک شما دوستان عزیز. امید که خوب خوش باشین. بنده جمشید شهبازی هستم در بخش مشاوره املاک. در این زمینه هر سوال چیزی که شما داشته باشید بنده خوشحال میشم که پاسخگوی شما عزیزان باشم. و امروز اشاره میکنیم که اگنتوم فرزاملونگ چی هست؟ جلسه مالکان که در سال یک دفعه باید برگزار شود و همه مالکان باید جمع بشن. هر اتفاقی که میفته اوجا گپ میزنن. کسانی که مالک هستن 100% در جلسات شرکت کردن. اگر اوهایم که شرکت نکردین نوستن و میره میبینیم که چی هست و چطور باید انجامش داد و ای که جلسه مالکان چی هست و کجا انجام میشه، اگر شرکت نکنی چه اتفاقی میفته و در کجا باید برگزار شود و کیا اجازه دارن که در اوجا شرکت بکنن. جلسه مالکان مربوط کیا میشه؟ مربوط کسانی که خانه آپارتمانی و خانه هایی که نزدیک هم هستن و مالکانشان هستن. شخصی به نام فوالتا این کار انجام میده. تمام امانگی ها دست عزوزه و در سال باید تمام مالکان جمع بکنه و در جلسه هر چیزی که نوست باید راجبش گپ زده شود. و این قانون است در آلمان که در سال یک دفعه باید مالکان جمع شوند و صحبتی داشته باشند. و چقدر زمان میبره جلسه؟ فروالتا شخصی که تمام مالکان جمع میکنه و تعداد دیده و اگر تعدادشان زیاد باشه معلوم دار است که زمان میبره. اگر تعدادشان کم باشه زمان کم است، ولی قانونی وجود نداره که چند دقیقه یا چند ساعت باید باشه. وقتایی است که در 20 دقیقه خلاص میشه و وقتایی است که ساعتهای زیاد زمان میبره. بستگی داره که گپشان راجع به چی هست. و بخش دیگه ایستن که همراه هم دیگه گپ میزنن و نظرات خودم میدن که چی نوشه و چی نشه. هر آن چیزی که قرار است اونجا اتفاق بیفته باید همراه دیگه گپ بزنن و دیسکوتی کنن. گپ زده میرن همراه کی چی شه و او چی نشه و زمان میبره. و ای که اگه شما در جلسه شرکت نکنید چی اتفاقی میفته؟ از لحاظ قانونی هیچ قانونی وجود نداره که شما بایدی شرکت بکنین، ولی اگر شرکت نکنین برای شما خوب نیست. شما اجازه ای را دارین که شخص دیگه ای را فول مخت بدین، یعنی وکالت بدین. او اجازه داره که جای شما در جلسه شرکت بکنه. این اجازه هم شما دارین. کیا اجازه دارن که شرکت بکنن در جلسه؟ هر کسی که مربوط اوجا میشه اجازه داره که شرکت بکنه. و در آخر کجا جلسه مالکان انجام میشه؟ هر کجایی که برای همهشان نزدیک باشه، دور نباشه. فوالتا و کسی که برنامه‌ریزی میکنه بهترین جای انتخاب میکنه. شاید کسانی که خودشان اونجا زندگی نکنن، نزدیک نباشن، جاهای دور باشن، قسمتی را انتخاب میکنه که برای همگی جای درستی باشه، نزدیکتر باشه و شرکت بتونن بکنن. و ای که اجازه ندارن جایی که اوپن باشه، واز باشه، باید اتاقی باشه که درش بسته باشه. از لحاظ قانونی باید اوجا جلسات برگزار بشه و اوجا انجام بشه. امیدوار هستم که کمکتان کرده باشم. تا بعد، خدایار نگهدارتان.